برای اینکه با بررسی صلاحیت‌ها، معیارها و شاخصه‌های که در قانون اساسی پیش بینی شده برای اینکه بدانیم آن کسی که باید کاندید ریاست جمهوری بشود چه ویژگی‌ها رو باید داشته باشه، دعوت کردیم از جناب آقای دکتر که بنده بهشون خوش آمد میگم به استودیوی برنامه روز اسما. خیلی خوش آمد آقای دکتر. چی؟ یعنی تو میخوای با من مصاحبه کنی؟ من دیدم تو اینجا نشستی فکر کردم جوک جدید نبوده، تو رو فرستادن یه کمی بخندیم فضای برنامه عوض شه. البته به نظر میرسه شورای نگهبان صلاحیت تو همچی اساسی احراز کرده. خیلی متشکرم. خواهم شما بپرسیم که روند بررسی صلاحیت‌ها به چه ترتیب هستش؟ ترتیب نداره. مقام عظما طفلی داستان گماشته‌اش کم بود، یه چیز خیلی گنده تری وسط کلش خراب شده. داستانش با همین دوره قبلی هم فرق میکنه سر تا پا از بیخ. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله. میفرمودن که پیرمرده خودشو تو آینه نگاه کرد، دید خیلی داغون شده، گفت آینه های قدیم. خب به نوعی سوال دوم من رو خواهم پاسخ فرمودی بلعش. البته تو هنوز تو فهم سال اول خیلی کار داری. وضعیت مقام عظما با این قضیه ثبت نام آخری شبیه اون مشنگه است که با دوستش نشسته بودن روبرو هم دیگه، با لگد محکم میکوبیدن تو شکم هم دیگه. یکی دید گفت دردتون نمیگیره، مشنگه گفت چه کار کنیم دیگه، پوتین پامون کردیم که درد نگیره. خود شما هم هر حال گریزی زدید و اینکه تا از این ثبت نام حد اکثریه یا این احساس مسئولیتی که این دوره باب شده یه مقدار جلوگیری بشه. کلا تو نظام الهی ما باید همیشه از احساس مسئولیت جلوگیری بشه، وگرنه میپکه. همین شلم شوربایی میشه که الان تو بیت هست که دیگه محمد یزدی هم صاحبشو نمیشناسه، به همریختگی اساسی از بیخ. و اینکه چه کسی باید تو این زمینه اقدامی بکند برای اینکه این برهمریختگی برطرف بشود؟ عمه بنده. خب مقام عظما دیگه، تو دیگه خنگ کجایی؟ کار بررسی صلاحیت کسانی که ثبت نام کردند فقط به عهده 12 نفری هستش که عضو شورای نگهبان هستن؟ نه خیر عمه جناب عالی. خب 4 سال خوردن خوابیدن که همین الان برای مقام عظما همین کارو بکنن دیگه. حالا ارزشون ندارن، زورشون نمیرسه دیگه، یه بدبختی دیگه است. عرض کنم خدمت شما که یک شنیده ای رو ما داشتیم که شورای نگهبان از کاندیداها خواسته است که برنامه ارائه بکنند. اتفاقی است که پیش از این مرسوم نبوده. اگر این اتفاق واقعا افتاده بفرمایید و بعد از اون هم بفرمایید که علت این اقدام چیست. مثلا توی 35 سال تو نظام چه برنامه‌ای بوده که این دومیش باشه؟ یه چیزی گذاشتن برای مهندسی انتخابات، تو کاری به این چیزا نداشته باش. جدی کسی میخواد برنامه بگیره. این روزها خیلی صحبت از رد صلاحیت و احراز صلاحیت هست. اینکه رد صلاحیت رو حالا و احراز صلاحیت رو شما یه برای ما تعبیر بفرمایید که به هر حال ذهن عمومی جامعه هم باهاش آشنا بشه که رد صلاحیت با احراز صلاحیت چه فرقی داره. مرحوم ابوی همیشه یه نصیحتی به این تیپای مثل تو میکردن. میفرمودن تو که تا حالا هدفی تو زندگیت مشخص نکردی دیگه نکن. برای چی به مغزت فشار میاری برای چیزی که ازش در نمیاد؟ میفرمودن که یکی داشت با اردکش قدم میزد، یکی دیگه دیدشون گفت این گوسفندو چند میفروشی؟ یارو گفت گوسفند نیست اردکه. طرف گفت با تو نبودم با اردکه بودم. خیلی متشکرم از حضور شما. با حضورم کار نداشته باش، از خودم تشکر کنی برای 7 پشتم بسه.